بسم الله الرحمن الرحیم. یعلم الله متعال میفهمه ما بین ایدیهم آنچه که در پیش رویشان است، یعنی آنچه که پیش از خود تقدیم کردن، و ما خلفهم و آنچه که بعد از اینا انجام میگیرن. ولا یحیطون به علما، اما انسان ها نمیتونن که علمشان احاطه بکنه به علم الله. الله کل چیز ما و شما را میفهمه، اما ما بسیاری چیزایی که مربوط به ذات الله، صفات الله هست، ما نمیفهمیم، ما جاهل هستیم. وعنت الوجوه للحي القيوم. روز قیامت چه قسم روز است؟ میگه روز است که خضعت، عنت یعنی خضوع میکنه، خشوع میکنه، پست میشه. الوجوه، روحای انسان ها کلگی هم تو ذلیل میشن. برای کی؟ برای اون ذاتی که للحی، زنده حقیقی هست. القیوم، او ذاتی که قائم است به تدبیر تمامی امور و مستغنی است از دیگران. خودش قیوم به ذاتی گفته میشه. فکرتان باشه یکی از نامهای الله القیوم است که تدبیر تمامی علوم و تصرف در کائنات او داره و به هیچ کس نیاز نداره، نه به ملائکه، نه به انسان، نه به جن، نه به هیچ کس. این قیوم میگن. ولی متاسفانه بعضی انسان ها هستن که بزرگای خدا چی میگن؟ میگه فلانی شخص قیوم الزمان است. خب وقتی که این شخص قیوم شد، قائم به تدبیر کل چیز ای شد و مستغنی از همه ای بود، این صفت الله را دادن. این شرک در صفات میگن، شرک در صفات میگن. خب وقد خاب من حمل ظلما. در روز قیامت کی خسران میکنه؟ ناامید میشه. کی میشه ناامید؟ خوابه یعنی ناامید شد، خساره کرد. من کسی که حمل ظلما، که این ظلم حمل کردن. و من یعمل من الصالحات، اما در مقابل از کسایی که عمل میکنن از اعمال صالحه، و هو مؤمن، در حالی که او مؤمن است، فلا یخاف ظلما ولا هضما. این انسان مؤمن باید بفهمه که نه بالا از او ظلم میشه و نه هم از نیکی های هزو چیز هضم میشه. هضم چی مانا؟ یعنی که او ناقص شوه، کم شوه. هضم. ما شما میگیم فلان نفر معدهش غذا را هضم کرد، یعنی همین غذای بسیار زیاد بود، شکمش ناقص شد، نه کم شده رفت. الله متعال میگه که کسی که مؤمن است در روز آخرت نه از ظلم بترسه، هیچ بالای ظلم نمیشه، عادلانه همراه ازی بر خود میشه و هیچ نیکی و حسنه هزی از بین نمیره و ناقص نمیشه. بلکه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اگر یک ساعت، یک لحظه، یک کلمه بسیار کوچک از حق گفتی، الله متعال را هم در ترازوی میزان تو محاسبه میکنه. و کذالک، و این چنین انزلناه، نازل کردیم ما قرآن عظیمشان را، قرآن عربی، قرآنی که کتابی که قرائت میشه به زبان عربی. و صرفنا و فصلنا، تفصیل دادیم، فیه در امی قرآن عظیمشان، من الوعید، یکی وعد است، یکی وعید. چی فرق است بین وعد؟ وعده ها به نیکی ها، وعید وعده ها به زشتی ها. یک کس را وعده میده که تو انشاءالله در جنت میری، یک کس را وعید میده که تو در دوزخ میری. الله متعال میگه و صرفنا فیه من الوعید. یک استاد داشتیم در روزید کسی که روزه گرفته بود او را بگو عیدت مبارک. باز کسی که روزه نگرفته بود، کالای نو پوشیده بود، باز را بگو وعیدت مبارک. یعنی عذاب، وعده بر عذاب. و صرفنا، و بیان کردیم در امی قرآن عظیمشان، فیه در امی قرآن عظیمشان، من الوعید، از وعیدها یعنی ترس ها، خبر از خبرهای ناخوشایند. لعلهم یتقون، شاید که ایشان یتقون پرهیزگاری بکنن. او یحدث لهم ذکرا، یا اینمی وعیدی که گفته شده که در دوزخ است، عذاب است، قیامت است، پل صراط است، قنطره است، اینی عذاب ها شاید که ای ایجاد بکنه. احدث یحدث، ایجاد کردن است. ایجاد کند لهم برشان ذکر، کدام؟ وعظ و عبرت و نصیحت. فتعال الله، پس بسیار عالی هست مقام الله متعال، الملك الحق، ذاتی که مالکیت تمام عالم هستی با او هست، الحق، با توحید، با یگانگی. ولا تعجل بالقرآن، اینجا بر رسول الله صلی الله علیه و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و وحی می آمد، وقتی ملک وحی بر رسول الله صلی الله علیه و آیات قرآن میخواند، رسول الله صلی الله علیه و عجله میکرد،
یا از پشت چه چیز خواندن میرفت که یاد من نره. الله متعال گفت ولا تعجل بالقرآن، در خواندن قرآن عجله نکو، من قبل ان یقضى الیک، پیش از اینکه تکمیل شود. تو بگذار که آیت یا سوره که آمده کلش مکمل تکمیل شود، تو با عجله پشتش نخوان. ولا تعجل و عجله نکو بالقرآن، به خواندن قرآن، من قبل ان یقضى الیک وحی، پیش از اینکه تکمیل شود وحیش. یعنی تو صبر بکو که اما قدر که وحی جبریل آورده این تکمیل شود، باز انشاءالله الله متعال میگه ما تو توفیق میدیم که فراموش تو نشه. و قل ربی زدنی علما، حتی بر رسول الله صلی الله علیه و که تو هم پیغمبر هستی لکن محتاج هستی در علمت به الله، دعا بکو بگی یا الله علم مرا زیاد بساز. این بعضی کسا میگه نه ما عالم هستم، من نابغه. وقت ندیدیم و اذ قلنا للملائکه، و گفتیم برای ملائکه اسجد لآدم، شما سجده بکنین برای آدم. سجده چی بود؟ سجده احترام بود که در شریعت از اونها وجود داشت، اما در شریعت رسول الله صلی الله علیه و منسوخ است و ما سجده احترام نداریم، یک سجده داریم که سجده عبادت است. برای ملائکه گفتیم که اسجد لآدم فسجدوا الا ابلیس، اونا سجده کردن مگر ابلیس ابا ورزید، انکار کرد. فقلنا یا آدم، الله متعال میگه ما خبر آدم علیه السلام گفتیم که ان هذا عدو لك، اینی ابلیس دشمن توست، ولی زوجک، و برای همسر تو، مثل که الله گفته که یهود و نصارا دشمن شماست، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. با وجود از این بسیاری کسا رو ببینه میگن امریکایی دوست ماست، یهود دوست ماست، نصارا دوست ماست. اینه الله متعال میگه ما برای آدم علیه السلام گفتیم شما از قصه آدم علیه السلام درس بگیرید که جنگ فکری بسیار خطرناک است. قلنا یا آدم ان هذا عدو لك، اینمی ابلیس دشمن توست، ولی زوجی که همچنان برای همسرتون، فلا یخرجنکما من الجنه، ای با جنگ فکری خود شما را خارج نکنه از جنت، با فریبی که میته. جنگ فکری چی است؟ یکی جنگ تیوریک است، یکی جنگ مسلحانه و فیزیکال وار. یکی فیزیکال وار است، یکی تیوریکال وار. غربی ها میگه ما دو جنگ داریم، یکی فیزیکال داریم که با سلاح و طیاره و بمب و راکت از جنگ میکنیم با مسلمان ها. یکی جنگ تیوریک است که ما میم از نگاه فکری در لباس دکتر میم، در لباس پروفسور میم، در لباس پوهنتون میم، در لباس مثلا شفاخانه و این گپا میم، در لباس رسانه ها میم، در لباس دوست میم و اونا را فریب میتیم تا که اینا از دین خود، از راه خود منحرف شوند. الله متعال برای آدم علیه السلام گفت که ای آدم اشکو که این ابلیس خطرناک با جنگ فکری خود تو را فریب نده، فلا یخرجنکما من الجنه، باز شما را خارج بکنه از جنت، فتشقى، باز بعد از تو در شقاوت و سختی و رنج قرار بگیری. اگر تحت تاثیر جنگ فکری شیطان رفتی، باز ایتره چی میکنه؟ به رنج مبتلا میکنه و نعمتهای الله را از تو دور میسازه. این لک، بر آدم علیه السلام گفتیم که آدم علیه السلام بر تو هست چی؟ الله تجوع فیها، که در جنت هیچ احساس گرسنگی نکنی. 10,000 قسم میوه هست، از این 10,000 قسم خوردنی و میوه ها یک قسمش نخو. سبحان الله، هیچ گرسنه در اینجا نمیمانی. ولا تعرا، و در اینجا آری یا برهنه هم نمیشه. یک لباس های در جنت هست که هر قسم خواسته باشی پوشیده میتونی و بسیار لباس های زیبا و همه چیز در اونجا است. و انک لا تظمأ فیها ولا تضحى، هیچ وقت ظمأ چی نمیگه؟ تشنگی هست. هیچ وقت تشنه نمیشی که مجبور شوی یک گلاسک او بطلبی. اونجا رنگ و رنگ آبهای زیبا و نعمتهای الله هست. هیچ وقت احساس تشنگی در جنت بر ایجاد نمیشه، بلکه همیشه نعمتهای الله هست، شربتهای بسیار خوب است فیها در آن. ولا تضحى، و هیچ وقت در وقت ضحا احساس حرارت هم نمیکنیم. ما شما مثلا وقتی که بار باشه ساعت 11 بجه 12 بجه
بین 9 و 11 صلات دوها هست، گرمی می باشه.
تخم است اینا مرغ است. تو از پیش ما شعبده بازی میخوای یا نه یک قرآن دیگه برای ما بیار بغیر از این قرآن، یک کتاب دیگه برای ما بیار بغیر از این کتاب، یک معجزه دیگه برای ما، هرچی که ما خواستیم اینو می کوره بخی طلا بساز. برای رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال گفت که اولم تأتیهم بینة ما فی الصحف الاولی، آیا تو خبر نداری که بر از اونها آورده شده بود دلایل بسیار قوی در صحیفه های سابقه، لکن او هم قبول نکردن. ولو ان اهلکناهم بعذاب من قبله، اگر ما اینا را هلاک میکردیم با یک عذاب قبل ازی، لقالوا میگفت که ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اگر پیش از فرستادن پیغمبر اینا را هلاک میکردیم باز میگفتن یا الله چرا برای ما یک پیغمبر نفرستادی، فنتبع آیاتک، باز ما متابعت میکردیم از آیات تو من قبل، پیش از اینکه ان نذل و نخزا، پیش از اینکه ما ذلیل شویم و یا هم نخزا رسوا شویم. یعنی الله میگه اگر پیش از فرستادن تو پیغمبر و پیش از فرستادن کتاب یا ما هلاک میکردیم باز میگفتن چرا پیغمبر روان نکردی، کتاب روان نکردی، پیش از اینکه ما ذلیل و خوار شویم. قل برشان بگوی رسول الله صلی الله علیه و آله کل متربص، تمامی مردم منتظر هستند، ما هم شما هم، فتربصوا، پس شما منتظر باشین، فستعلمون، باز ان شاء الله شما میدانین، زود میدانین که من اصحاب الصراط السوی، که کدام مردم صاحبان راهی راست هستند و من اهتدا، و کدام مردمایی هستند که اونها حقیقتا هدایت شدن. شما هم صبر کنین، ما هم صبر میکنیم، ان شاء الله تعالی روز میاد که باز معلوم میشه که کی به حق است و کی هم به باطل. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک.